در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش دور دوم ازمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است برگزار گردید. رفتی برگزاری ازمون نشان می‌دهد که سال تا سال ازمون مذکور تکمیل یافته در سطح بلند گذرانیده می شود. اشتراکچیان اثرهای خوانده شده خود را وابسته به نامینیت انتخاب کردهشان از ایجادات ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک پیشنهاد نمودند. سربلندم که در این آزمون بانفود فروغ صبحی دانای کتاب است که با تشبث پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان اشتراک دارم. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبحی دانایی کتاب است. ما نسل نورست شکرانه از پیشوای ملت و آبادی و استقلال دولت خود میکنیم که برای ما نسل نورست چنین امکانیت ها را فراهم آوردند که ما میتوانیم در فضای آسایشته علم آموزیم و هنر و استعداد خود را به تمام جهانیان معرفی سازیم که اجدادان ما با هنر استعداد خود فضای آسایشته علمی سمرقند و بخارا را مشهور عالمیان نموده بودند. محض همین مهر کتابخوانی بود که در این آزمون خوانندگان و آموزگاران فعالانه شرکت ورزیده صاحب مقام افتخاری گشتند. هیئت کمیسیون آزمون مهارت هر یک اشتراکچی را سنجیده با هنر و استعداد آنها بهاگذاری نمودند. امسال مقدار اشتراک کنندگان آزمون 170 نفر شد، در حالی که سال گذشته به 100 نفر نمی‌رسید. این از آن دلالت می‌دهد که سال تا سال همین فروغ صبحی دانایی کتاب است باعثی باز هم کتاب دوست شدن به مطالعه رو آوردن نسل جوان گشته ایستاده است که همه این باعثی سویه دانشی بلند گرفتن خوانندگان می شود. آزمونی که در این حال برگزار شده ایستاده است نهایت شفاف است. ما هر یک کس را حتی پدر و مادران هم اومده اشتراک کرده خودشان با چشم سر دیده ایستادند. از بین اشتراک کنندگان آزمون ما بهترین ها رو به دور سیوم که به دور منطقوی است رخصت میدیم. من چنانه که امسال به نظر میرسد نظر به سالهای پیشین اشتراکداران خیلی زیاد هستند. فقط در یک نامینیت ادبیات کلاسیکی ما حاضر در دور ناحیه‌ای زیاد از 60 اشتراکچی را داریم. همه اینها با تیاری خیلی خوب و پخته آمدند و برای ما هم خیلی مشکل است که از بین این 60 نفر خواننده بهترین ها را جدا کنیم. من همین آزمون فروغ صبحی دانایی که امسال سال پنجم است در ناحیه و در تمام جمهوری در سراسر جمهوری برگزار می‌گردد یک تکانی جدی بود برای با کتاب رو آوردن خوانندگان. برگزار گردن آزمون‌های جمهوریوی در بلند برداشتن معرفت‌ناکی اهالی و جلب نسل نورست به مطالعه کتاب انکشاف قابلیت ایجادی نسل نورست مساعدت می‌نماید. در جنبش غالبان به دور نوبتی راحت گرفتند.